سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوار هستم هر جای که هستین جور و صحت سلامت باشین و از شما بسیار تشکری میکنم از اینکه این ویدیو را بر دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش آهنگ بسیار زیبا است که من نمیفهم که هنرمند اصلیش از این آهنگ کی است. این ویدیو به انتخاب یک از دوست ما آماده میشه که میریم و یک جا شروع میکنیم. آهنگ بسیار زیبا، پریشان حالم. ایده هنرمندای بسیار مختلف خواندن، مثلا وای جان صابری خوانده، هنگام جان خوانده، احمد علی جان خوانده و بسیار کسای دیگه که من نامشان نمیشناسم، یعنی نامشان هم نوشته نیستم زیر ویدیو و در قسمت شعر و کمپوزیشنش هم هیچ معلومات ندارم. اگر شما دارین دوستای عزیز لطفاً برای ما هم بگوین. ولی من یک جای پیدا کردم میگن که کمپوزیتورش استاد نینواز است، اما من 100% مطمئن نیستم. کسایی که اگر مطمئن هستن لطفاً بگوین که کمپوز از این آهنگ فوق العاده زیبا را کی جور کرده. دوستای عزیز شما ببینین که آهنگای افغانی ما تقریبا 90% آهنگای انتخابی شما عزیزان که من کار میکنم این در نوتای راگ بهروی یا فریجین اسکیل است. یعنی راگ بهروی یا فریجین اسکیل که من شروعش امی بوده می کانال وقتی که جور کردم، به خاطر از اینکه من وقتی خودم دیدم واقعا هر آهنگ زیبایی را که من تقریبا هر آهنگ زیبایی را که من از افغانی رو شنیدم در راگ بهروی یا فریجین اسکیل یا اسکیل راگ بهروی جور شده بود. دوستای عزیز که این آهنگام همچنان در فریجین اسکیل یا امو اسکیل نوتای راگ بهروی جور شده. دوستای عزیز البته دیگه غلط فهمی نشه. بعضی دوستای ما فکر میکنن که امی اسکیل وقتی که از یک راگ بود دیگه امو راگ است. و نه دوستای عزیز، راگ همیشه به احساس آهنگ ارتباط داره. یک آهنگ اگر در اسکیل فریجین اسکیل باشه اما در راگ بهروی او را نخوانی، یعنی احساسش راگ بهروی رو نداشته باشه، پس ما نمیگیم که این آهنگ در راگ بهروی خوانده شده. یک آهنگ آدم میتونه که در عین نوتا مثلا باشه اما مو را به مو شکل راگش بخونه، اما به شکل اسکیل بخونه، یعنی به شکل کلاسیک ایندی نخونه. دوستای عزیز که من تا جایی که میبینم دوستای ما فکر میکنن وقتی که نوتای یک راگ در یک آهنگ دیدن فکر میکنن که اونمو راگ است. این چیز نیست دوستای عزیز، این بسیار غلط است. ما ویدیو بر شما جور کردیم در این قسمت که چند راگ تشریح کردیم و توضیح دادیم که کاملا یک نوتا را دارن اما راگای مختلف هستن. چرا؟ بخاطر که احساسشون مختلف هستن، چلنشون مختلف است. و همونطور ما میخوایم که در این قسمت شما همچنان کار کنین. البته ما سریزی موضوعات زیادتر کار میکنیم امرای دوستای ما که باز در درس‌های شخصی و فردی اونا حصه میگیرن. من میخوایم که آهنگ از دی شارپ بخوانم از اینجا. خب اگر ما از دی شارپ بخوانیم یعنی سعی ما اینجا باشه، فریجین اسکیل یا نوتای راگ بهروی ما چی رقم شکل داره؟ سری گما پا دانی سا سانی دپا مگری سا. پریشان حالم پریشان حالم پریشانم وای پریشانم. دوستای عزیز شما دیدین که اینجا ری شدم استفاده شد، پس در این آهنگ همچنان ری شد استفاده شده، یعنی اردوری استفاده شده. بعضی هنرمندای ما برش آستایی، اینمی قسمت آستایی گفتن، ولی بعضی هنرمندا اصلا از انتره شروع کردن و کلش یک رقم است، یعنی آستایی و انتره نداره اصلا. ما آهنگی که بر شما در اول خواندم شما دیدین که آستایی و انتره یک شکل بود، یعنی ما آستاییش جدا نخوندیم. اما بعضی دوستای ما امو رقم خواندن و بعضی هنرمندا هستن که آستایی برش دادن، مثلا هنگام جان و احمد علی جان آستایی برش دادن و آستایی رو امی قسم شروع کردیم. پریشان حالم پریشان حالم پریشانم وای پریشانم. امرا یک انگشتی رو می نوازم. آهنگ از ما شروع میشه دوستای عزیز. پریشان حالم ری شد پریشان حالم پریشانم وای پریشانم. این آستایی آهنگ و ملودیش اینمی رقم که پیشتر نشان دادم.
که باز دوباره میای آهنگ سر از اینمی دی شارپ ماینر کورد استارت میشه. سر زلفت بره شان از غم کیست، سیاه پوشیده ای از ماتم کیست، دو چشمت روزگار من سیاه کرد، نگاهت آشنا در عالم کیست، پریشان حالم پریشانم وای پریشانم. دوستای عزیز، انتره از اینمی کورد است و از پش رو میشه. سر زلفت بره اثر سر زلفت بره. امید چند تا نوت پا و دا و نی تکرار شده، میره زیاد استفاده شده. شما ببینید که چقدر تکرار شده، یعنی مشکل نیست. سر زلفت بره سر زلفت بره، پاپا دانی دپا پاپا دانی دپا، سر زلفت بره شان از غم کیست، سیاه پوشیده ای از ماتم کیست، دو چشمت روزگار من سیاه کرد، نگاهت آشنا در عالم کیست، پریشان حالم پریشانم وای پریشانم. آهنگ دوباره سر از دی شارپ ماینر کورد استارت شد. دوستای عزیز، ریتمی که دیگه استفاده شده 4/4 تایم سیگنیچر است. میریم و در گدایی را تمرین میکنیم. پریشان حالم پریشانم وای پریشانم. پریشان حالم پریشانم وای پریشانم. چشمت رو